بهتره. به خزونی خوش اومدید. آخه تو این شرایط به این آدم خبر بد میگن. اینم که هرچی بدیم میخوره اینم که انداخته بیرون و اینم که استوریای چوسی اینم که هر جاشو نگاه میکنی یه مو در میاد و عمق فاجعه رو داره توضیح میده. اینم که عمق فاجعه قبلی خرابکاری کرد. وقتی دختر تحت هر شرایطی باید حرفشونو بزنن. ببخشید کارتون نکنه، چیزی باید بگم چون نگم یادم میره. ببین ما راهنمایی که بودیم زن سپرهیدری با دخترمون دوست بود. دخترمون منم با حسین مخته دوست بود. بعد اصلا کلا هدف دخترمون این بودش که یه اکیپی تشکیل بده که با هم دیگه بریم بیرون و اینا. همش میگفت بریم بیرون خوش میگذره و اینا. اون موقع پارمیدا رو خونده بودن اینا. من از علیشمس خوشم میومد. به دخترمون گفتم بگو من پارمیدام، اسم من پارمیداست. خلاصه اینطوری شدش که من به اسم پارمیدا رفتم. چقدر مشکوک میشه. کلی خوش گذشت. زن سپرهیدری رم دخترمون کلا پیچون. بعد دیروز که این ویدیو رو دیدم یاد اون روزا افتادم. خیلی باحال بود نه؟ خیلی جالب بود. فقط شلوار برای من میاری؟ شلوار برای چی؟ چی فانتزی مینه تو توالت لباسمو عوض کنم. فقط بقیه‌اش هم باید بگم بعد شلوارا. بقیه هم داره. حاجی چقدر آروم میششی. باید در عرض مثلا 2 ثانیه مثلا کل شلوارت به نظر خیس بشه، نه ذره. چجوری بود؟ من نفهمیدم. داشت خیس کرده بودی یعنی نشاشیدی چون. خیلی طبیعی شاشیدی. به قرآن که طبیعی نشاشید. یعنی واقعا طبیعی نشاشید. الان خودتو مثلا بذار جای این، اگر بشاشی اینجوری میشاشی. آیا دکتر آروم. چرا شیاف کردی تو گوشت؟ میگم از صبح خوب نمیشنوم. سمکم نبود آخه. باتریشم داره تموم میشه. چی؟ میگم باتریشم بلند شو وایسا. پاشو وایسا. الان اشتباهی سمعکو کردی تو چون. وای شیافو کرده بود تو گوشش، سمکو کرده بود پشتش. ای سگ. حالا چرا سگ؟ پشمامون چیو تو رد کردیم به قرآن. دم مرگ دیدیم. مثلا من مرگ باشم دیدم. اوه گش جانم جریمه تو هیچ کدوم پرداخت نکردیم. قبضاتون زیاد شده. همش قبضاش هست. اینجا نها کن. از سال 90 که هرچی نماز بوده قضا شده رفته. اون که هیچ. روزاتون هم که همه رو خوردین. خونی و زکات هم که هیچ سالی بر نشید. حاجی رد نکردی که مردیم مثلا. که مردیم. پشمای ما رو هم میخ بالا. با نماز روزه چی کار داشت سروانه؟ انا لله و انا الیه راجعون. نور آفتاب خورده رو صورتت، چقدر گوگلی شده سیبیلات. با فرم ملت میگه شبیه ماه شدی. نه شبیه فرشته. چشات یه ذره سر بیار پایین‌تر بیفته تو آفتاب. الان چشات خوبه. آها. چیکار میکنی ارمن؟ آره بزن منو. میگن که توی هر باغچه‌ای رو بیل بزنی 2 تا کرم از توش در میاد. چه ربطی داشت اصلا؟ صورت هر دختری که زوم کنی قطعا یه دونه مو دیگه میبینی. ریزا مثلا ریز میبینی اصلا دیگه. تنها کسی که سیبیلاشم دوست دارم. خوبه داری پیشرفت میکنی. آفرین. والا ما هم دوست داشتیم به خدا. ما که اصلا ایرادی نگرفتیم. ما تازه اومدیم نقد کردیم. یعنی خوبم گفتیم. مثلا گفتیم که آقا سیبیل دیگه اون 2 تا رو همه دارن. به خدا ما هم چیزی نگفتیم. ما هم دوست داریم. 25 سالم و هنوز سرلاک میخورم. اوکی؟ اگه تو هم سرلاک میخوری، سرلاک تو سفت دوست داری یا شول؟ تو کامنت ها بهم بگو. تا قبل از اینکه سوال بپرسی بسته بود. چی شد که اومدی سوال بپرسی وا شد؟ اصلا خب چرا واقعا اونو باید الان وا کنی؟ من نمیفهمم. من فقط سرلاک سفید گلگلی دوست دارم. بیا باز میکنی نتیجهش میشه این. یعنی من تا اون ته اون کامنت ها برم همش شده اینجوری. مثلا سرلاک صورتی اینا. ببین منم دوست دارم.
همش همینه دیگه. اصلا دیگه خودتون میتونید حدس بزنید چه اوضاعی تو کامنت ها هست. اصلا واقعا آدمی رو ندیدم تو زندگیم که هم غذا بخوره هم بخواد کیش کنه. اصلا میشه همچین چیزی؟ اصلا میشه بله. نمیتونم من درک کنم. میتونه. تازه سیگار هم میکشن. اصلا نمیتونم. سیگار میکشن، غذا میخورن، میشاشن، همه کار میکنن. اصلا طبیعیه همچین چیزی. مخصوصا وقتی سرپا باشه دیگه، اصلا دیگه همه چی تحت کنترله. بعد میگن پسرها تکبودی هن. خب بفرما. ببین هر جایی عمل نمیکنه. یه سری جا ببین جایی که نخوای چیزی رو مثلا متوجه بشی نمیشی. مثلا ما چند تا بود داریم ولی هر جایی استفاده نمیکنیم. این چی میخوام بگم؟ جاهای خاص اینجوریه. اگه بو میده طرف، مثلا بو گو میده، مثلا یه دوستی یا آشنایی یا مدیری یا هر کسی، رود نمیشه بهش بگی، رو درواسی داری میترسی یا هر چیزی. یه سایتی هست به نام بومیدی.net. من پشمام ریخت وقتی فهمیدم همچین سایتی واقعا وجود داره. اطلاعاتشو میزنی، شماره تماس اون کسی که بومیده رو وارد میکنی، یه 15 تومن باید پرداخت بکنی، یه اس ام اس ناشناس واسه طرف بدی که آقا مثلا پوفیوز بومیدی، یا همون برو یا یه چیزی. خیلی مسخره است ولی واقعا همین چیزی هست. بعد شدید تکنولوژی متاسفانه پیشرفت میکنه و ما داریم صحنه هایی رو میبینیم که زندگی برای انسان ها بسیار راحت تر میشه. واقعا ممنونم از اون خالقی که این سایت رو آفرید تا ما بتونیم ازش استفاده کنیم. فقط پول بو دادن مردم رو نداده بودیم که اونم بساطش جور شد. مرتون رفید چیه؟ قرمز بازم به چشم بیاد، دارم هزینه میکنم. چرا بی‌حسی رو میخوری؟ الان لوز و معده و نایت همه بی‌حس میشه. درد داره مگه که بی‌حسی میزنیم؟ نه 2 دقیقه تو نخوری درد نداره. گشنته؟ آره دردم بگیره تو رو هم میخورم. فقط چون مادرت اینو دیگه نخور. این خوردنی نیست. اینو دیگه نخور خداییش. نیست. هست. نیست. هست. چقدرم لجباز ماشاءالله، هزار ماشاءالله بزنم به تخته. ببند چشماتو و ببند. ساره دقیقه نخور، نظرتو بهم بگو. آقا یه دقیقه نخور بذار کارمون رو بکنیم. عالیه. مبارکت باشه خوشگل. مرسی. ببین من حالا ترکی زیاد خوب میزنم، میگه که 2 دقیقه اوسیکی yemek گوراخ خانم دکتر نپخیه. فکر کنم میگه که 2 دقیقه زر نزن ببینیم خانم دکتر چه گویی میخوره. فکر کنم همینه پخی همون میدم. محمد بالاخره کراست کار کرد. چه زوری داشت میزه، خونت چشاش داشت میزه. این خبره که داد قشنگ ریخت دیگه. مشتی فشار آب وقتی شاشیدی، فشار آب وقتی یه تپه ریدی. راست میگه، ما چرا توجه نکردیم؟ میگه داداش به هیچ چیش کار ندارم، برای چی 2 تا شیر آب دارین؟ حس میکنم نسبت به چند ماه پیش، اصلا بگیریم 1 سال پیش، خدایی خیلی خوشگل‌تر شدم. خب اینو مثل بچه آدم هم میتونی بگی. یکی همیشه حواسش بهم هست. مثل بچه های آدم گوشی رو بگی. حالا برو جلو آینه مثلا. چرا رو تخت هی چپک چلاق میکنی خودتو؟ سیکتیر بابا. همین رو میخواستی بشنوی؟ جواب دندان شکستر از این میخوای؟ بچه ها به خدا تو این چند ماه اخیر این چندمین باره که من نصف شب این ساعت ها خواب پا میشم با صدای زن همسایه. کی تو کشور ما این مشکلات بود؟ همیشه بده کشورمون رو میگیم مهاجرت کرده، مهاجرت نکنیم. نمیفهمیم بچه ها. از من به شما نصیحت،
چند وقت پیش یه تاز در روستون وارد ساختمون ما شدن. این چندمین بار خانومش نصف شب از شدت گرسنگی پا میشه میگی سیر نشدم. گوش نشه خب. خدایا هیچ بنده ای تو با گرسنگی امتحان نکن. خدایا هیچ بنده ای تو محتاج یه تیکه نون خشک نکن. یکی نیست به اون داماده بگی آخه لامستم پول نداشتی چرا زن گرفتی؟ داشت خونه پدر مادرش حداقل یه تیکه نون بخورن. خونه تو چی؟ بچه ها خدا رو شکر کنیم به خاطر کشوری که داریم این مشکلات نیست. فقر بیداد میکنه بچه ها. نمیتونم ادامه کلیپو بگم. خب شما میتونید تایم رو در نظر بگیرید. بنده خدا هر موقع گشنش میشه مثلا ساعت 1 نصف شب گشنش میشه. شما میتونید مثلا 11 بخوابی 10 بخوابی یا نه اصلا بذاری مثلا بعدش بخوابی 2 بخوابی که تداخل نخورید آرامشاتون به هم نریزه. ای جان داداش دنبال چی؟ منم از اونا میخوام زن جنگی میخوام. ایشالله خدا قسمتت کنه. آمین یا رب العالمین.